شما را باز به یکی از خوردنی های مشهور مزار شریف میبریم. هر آن چیزی که میگه ددیک بود به کاسه میبره، 10 گز در میدان. 10 گز در میدان. شیریخ میوه‌ای مزه‌دار در اینجا نوشجان میکنین. قد از این نفر آشنا شوین با خاطر که کل مسئولیت به این برمیگردد. کندهار ولایت مزار ته راغلی. مزار کې ژوند کوي که په چکر راغلی؟ مزار ته دغه منظره راغلی. بینندگان عزیز، اگر به مزار شریف سر میزنین و میخواین که شیریخ نامی یا شیریخ نمبر 1 مزار نوشجان بکنین، دیگه دیدین دیگه کی؟ آویژه. شیریخ خوردن امروی پدرت؟ آی خوبی شد؟ یک هفته 4-5 دفعه میشه پیشون می. خب طبعا شبای رمضان از بله، از طرف روز دیگه دان بسته است دیگه. ما دروغگویی نشیم، شاید یک تقریبا 20 چند سال است که شده سایه ما در منطقه. خیلی شما نسبت به ما زیاد میشناسین آقای صاحب. خیر است میگه قرض سر زاغ باشه ساخت ان شاء الله همه گپ میشه. پر فیض و برکت ما را از ما خبر گرفته، کوچک نوازی کردین دیگه. زیاد خوش آمدین. خانه آمد. بیننده های عزیز یوتیوب چینل مزار مایک، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شام همه بخیر. شام بگوییم یا شب بگوییم؟ بالاخره شب بگوییم بهتر است، چون شام خیلی ساعت گذشته. آیت الله ساخزه هستم، در خدمت شما هستیم. ما در هر ماه مبارک رمضان پیش یکی از دوستای ما همیشه می رویم سر میزنیم و شما را باز به یکی از خوردنی های مشهور مزار شریف میبریم که مطمئن هستم اگر شما در مزار شریف زندگی کرده باشین یا به مزار شریف سر زده باشین حتما نوش جان کرده این. در دروازه شادیان هستیم، پشت سرم روضه مبارک است. وقت شما را نمیگیریم، میریم پیش او دوست عزیزیم که من خیلی دوستش دارم و خیلی برش احترام دارم و یک نفر بسیار کاکه که از اخلاق و رفتار و کردارش معلوم میشه. همراهشان معرفی میشویم. ای که بعد از این چی هست دیگه حتما شما در تامنیل دیدین دیگه. خیلی که بریم دیگه از نزدیک ببینیم. با ما باشید. بینندگان عزیز، این وطندار عزیز ما را که ما یادآوری کردیم در سر سرک عمومی دکان داشت، یعنی از دروازه شادیان که بالا می آمدی طرف دست چپ. حالا از اونجا آمده به کوچه فرعی روبروی مارکت رابعه بلخی. وطندار عزیز، امی هر جا که بری شخصا خودم میایم پیشت. ما اگر بیایم مطمئن هستم کسایی که با شما نشست و برخیز کرده باشه، اخلاق شما را دیده باشه، مطمئن هستم که اونا هم پیشتون میه. اینجا آمده، این چی وقت اینجا آمده دقیقا نمیفهمم، چون ما هر سال فقط در ماه مبارک رمضان پیش مرد بزرگوار میایم. حالا میریم پیششون یک چند لحظه همراهشون صحبت میکنیم که چی وقت اینجا آمده، چرا آمده، اینا رو دیگه از زبان خودشان میشنویم، پوزش میخوایم. خوشبختانه همین جمع هستن که ما را ماشین میشناسه یا نمیشناسه. حاج صاحب محترم سلام علیکم. سلام علیکم جناب ساخزاده صاحب، چی حال دارید؟ جان شما بخیر، صحتمند. چی حال دارید؟ بخیر هستید؟ از آمده بسیار وقت دیگه، بسیار وقت. چی حال دارید؟ جان شما بخیر. چشمای ما روشن که ما را بعد از یک سال شما را میبینیم. زنده و سلامت باشید. چطور ماه مبارک رمضان؟ باز کردی کامرامن سر خوردیم. دوستا را گفتم ما تم آیل صاحب رفته به یک چپ کوچه، ما هر جای مزار بروی
پشت شخصم گفتم من میم و کسایی که مگتم اخلاق و رویه و کردار رفتار شما را دیده باشه من مطمئن هستم گفتم اونا هم میان. زنده و سلامت باشین. از نظرتون ما اولا میمای که خو اجازه است که اینجا بند کنم. خدا خیر. بسم الله الرحمن الرحیم. این عزیز محترم. خب چی گپ است حاجی صاحب؟ خیراتی خاصی ان شاء الله. در قدم نخست یک سلام خاص برای دوستایی که مرا مشاهده میکنه و میبینه از پرده یوتیوب چنل مزار مایک. ماشاءالله تغییر کردن. تغییر کرد. ماشاءالله مزار مایک. بله. دیگه از طریق از یک سلام جداگانه برای کل همشهریان عزیز به خصوصا شهر مزار شریف و دیگه دوستایی که از طریق این کابری شما ما را در خارج مشاهده میکنه برای خارجه و دوستای ما یک سلام خاص دیگه. خصوصا کسایی که ما را از کانادا، از آمریکا، از جرمنی میبینن و به بیبی حاجی آخو یک سلام ویژه تقدیم میکنم. ما شما را جسم محترم میشناسیم، همراه شما خیلی معرفت داریم. دوستایی که در مزار شریف هستن هم شما را میشناسن. شاید بعضی از هموطنان عزیز ما تازه با ما پیوسته باشه. میشه نامتون بگید؟ بنده محمد سالم، حاجی محمد سالم تخلص خود میفهمیم که آزاد هست دیگه. بله. ماشاءالله دیگه تقریبا یک هفته میشه که دکانم ماشاءالله دوباره آغاز به کار کردیم. خاص به خاطر مردم، برای مردم افتخارم است که برای مردم خدمت میکنم. بله آقای صاحب، برای مردم شاید زیاد سوال خلق شده باشه. برای من شخصا سوال خلق شده. شما که عمرتان در یک دکانی که در سرک عمومی بود اونجا گذاشتاندین، حالا با یک بارگی چطور آمد در اینجا و در روبروی مارکت رابعه بلخی یک دکان باز کردین؟ ماشاءالله قضا و قدر امی بوده دیگه. چیزی که اراده الله باشه همون میشه. من تقریبا 25 سال همراه حاجی صاحب جان یادش بخیر. یار حاجی صاحب یک مرد خیلی با شریفی است، خیلی دوستش دارم. ماشاءالله دیگه همراه از اونا در یک دکان شراکت که داشتیم در دکان و متاسفانه به خاطر که مالک دکان چیزی که تقاضا کرد 10 سال ما پره شده بود ناگزیر شدیم. باز هم میگه آفت نرسد گوشه تنهایی را دیگه کوچه رابعه بلخی روبروی باغ زنانه. باغ زنانه. بله. اینجا آمدین؟ بله اینجا آمدیم تقریبا. یک هفته شد گفتین؟ تقریبا یک هفته شد ماشاءالله. آن چیزی که ما در آنجا نوش جان می‌کردیم، همون ذائقه، همون شیرخای رنگارنگ، میوه‌ای که یادتان است که یک رئیس کوچک ما آورده بودیم پیش ما؟ بله. بهمن جان نامش بود. جان بود رئیس کوچک. حالا اون نام خود آمریکا است. ماشاءالله. ماشاءالله هر جای باشه جور. هر وقت یک سلام خاص برای خود بهمن جان تقدیم می‌کنم. بله. رئیس بهمن. او هر وقت که ما مبارک رمضان میشه میگه ماما باز رفتی. ماشاءالله خداست که باز مشاهده کنه این تصویر ما را. همین شریعه با مو ذائقه با مو انواع مختلف اینجا شروع شده است یا نیست بخدا میخوام بگم. ان شاء الله توکل به الله چیزی که رضای خدا باشه. هر آن چیزی که میگه ددیک بود به کاسه میبره 10 گز در میدان. 10 گز در میدان. ما که از خانه برآمدم خانه من گفت که کجا میری؟ ما گفتم اونجا. گفت مقصد شیریه مرا گفت میاری. ما در خدمت. ما گفتم دلتان جمع باشه. یا غوریم تو کلان 3-4 نفره. نه ما 2 نفر هستیم. ماشاءالله خداوند زیاد کنه با آمین. سوم آمین. خیر آج صاحب میریم خیر داخل. بیننده عزیز پیش یک وطندار عزیز ما هستم که آمده پیش حاجی صاحب. من نمیفهم که واقعا چند سال مشتری حاجی صاحب است. ما سالهای سال پیش حاجی صاحب میم بین که امیل از اینام شیریه خنوشجان کرده است. یک چند لحظه وقت گران‌های از اونا را میگیرم. سلام علیکم. چه دارین؟ خوب هستین؟ بخیر صحتمند؟ خیر اجازه است اینجا بشین؟ خوب هستین ان شاء الله؟ بخیر هستین؟ شب روز بخیر میگذرن؟ خانه سلامت باشین. بخیر باشین. بخیر بگذره. والا فضل خداست. ما خیلی قصرگردان هستیم. ایش نمیفهم که چه رقم میگذره. والا خوب است. فضل خدا و اون خوب است. خیلی خوب است واقعا. نامتان؟ نام حسین علی است که از ماشین‌های مزار شریف. حسین علی جان مصروف چه کار است؟ آره مصروف یک راهنما داریم. خب پول تصدی اونجا؟ بله. مصروف هستیم. امشب دیگه آمدی تنها آمدی امروز از فامیل آمدی؟ والا ما یک عادت دارم که تنها نمی‌رم. دایم خیلی فامیل می‌برم.
بسیار عادت خوب دارید. فامیل می‌بریم فقط دیگه وقتا می‌بریم باز رمضان است نماز تراویح خلاص شد باز فامیل می‌گیریم چند تاشون این پایین ماست این دخترکتان است؟ آی ماشاءالله. سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر صحتمند؟ سلامت باشین. نامتون؟ کی؟ هاویجه. شیریا خوردن امروی پدرت؟ وای خوبیشن؟ مکتب هم میری یا نی؟ سنف چند هستی؟ 3. چند نمره هستی؟ از ما آوردن که سوال میده مکتب است. ماشاءالله ماشاءالله. این از برکت کوشش شما است حتما که سالای محترم است. نه باز همی مسئولیت پدر و مادرم است. شما زیاد مسئولیت میگیرین یا مادرشان؟ والا جاتر در خانه دیگه با هم شریک هستیم. مسئولیت باید چون شما معمولا اکثر خود بیرون هستین از خود شاید مادر زیاد مسئولیت داشته باشه. دیگه کلی بچه‌ها کلی خانواده آدم اسم رفتار با رفیق باشه. این رفیقی بود رفیق ما خوشبختی خود با رفیق بودن می‌بینیم فامیل. فامیل. کلی بچه‌ها به آدم رفیق هستن. پیش آجی صاحب چه وقت میشه شده خونه؟ آجی صاحب از توفرید موازنه یک جای زندگی می‌کنه. در یک جای یک جای بودیم دیگه داشته یعنی همسایه هستیم؟ همسایه بودیم دیگه یک چند سال میشه ما دور رفتن باز ما نزدیک هستیم دیگه شاید هفته یک 3-4 شب خبرش بگیریم 3-4 شب میخواد شما از ما که خیلی خوب هستین دیگه ما اینجا که اومدم اول نبودن زنگ زدم به طور شیعه رفتم داخل موتر ما که واسه نیست ما زنگ رفتم باز بیش ما پاس میاد باز موتر دادم موتر بیرون است باز خیلی من واسه پاس میاد یعنی باز اومدم خوب شد که شما رو دیدیم سلامت نه نسبت به ما شما خیلی خوب است ما فقط سال یک بار ماه مبارک رمضان پیش آجی صاحب میکنیم نه ما والا ماه رمضان کمتر مییم باز بعد از رمضان دیگه زیادتر خبر شدیم ما یک موضوع را گفتم پیشتر آجی صاحب شما که هر جای برین مردم اگر رفتار شما را دیده باشه اما مزه شریح شما را دیده باشه هر جای پشتان میاد اینا باز دیدم چند سال تقریبا مثلا بگم 15 سال بگیم زیادتر بگیم در سالای عمومی بله باز هم صاحب دکان بخیر مشکل داشتن دکانشون گرفتن تخریب کردن اینا این سال سامدن دیگه سامدن دیگه خوشبختانه اینجا جایش خوبش است دیگه دکان مثلا منظم جور کردن رای فامیلشون هم مثلا منظم است طرف بله رای فامیلش بخیر آیده است رای مرد آلایده است آلایده زمان آلایده هستن مثلا موقعیت خوب است ما زیاد وقت شما را گرفتم ما مشترکتان او نشو نه دیگه ما هستیم دیگه برای فامیل هم بردین اونجا؟ بردن خب ما یک دفعه دو بس دیگه آمدیم کسی آشب نبود تو شیره خودیم میریم نه باش ما باز پاس میگم دیگه ما از نام یخصی نمیخوام خدا چند سال میشه که رفت آمد پیش ما سب شده این عجب یک پیام میته مثلا شما از یک قوم آجی صاحب از یک قوم دیگه با هم سالهای سال در کنار هم زندگی میکنی یک پیام اتحاد یک پیام همدلی را برای مردم نشان میده واقعا یک کار خیلی بزرگی است خیلی زندگی میکنیم بین ما ایده بیش نبودیم خاصا اینا که خود کلان شدیم ما نمیفهمیم که ما از کدام فرق نیستیم مثلا فرق بین ما فرق نیستن خب بسیار زیاد تشکر وقت شما را گرفتم با شما معرفی شدم خانه آباد سلامت باشین واقعا شما یک کسی هستین یک پدر مسئولیت پذیر هستین که در کنار فرزندانتان ایستاد شدین در تعلیم تربیتشان کوشا بودین خانه آباد پایان ما برای فامیل محترم نیست که با خانواده‌اش رفیق زندگی کنه بچه‌ها که اطفال کنه از سیاست‌های ترامپ و پوتین داخل خانه چیزی جور نمیشه نه خفگی زیاد میشه بله خانه آباد سلامت باشین بخیر باشین قربانتان بخیر باشین بیننده عزیز پیش جوانای عزیز ما هستیم تا ما که میامدیم نام خدا قاب خلاص کردن نوش جانش حتما مزه‌دار بوده که وقت خلاص کرده
با این وطندار ما که نزدیک ما چند لحظه صحبت میکنیم که دیگه راست بشیم یک ذره دور هستم. سلام علیکم. ستاره ماسی. څنګه جوړ په خیر صحتمند شپه ورځ په خیر تیریږي الحمدلله خیر سلامت اوسه خیر اوسه نوم دی محمد ادریس جان د کوم ځای د کندهار ولایت مزار ته راغلی مزار کې ژوند کوي که په چکر راغلی مزار ته دغه منظره راغلی څو ورځې کې راغلی دا د لومړی ځل د راځي کې بار بار راغلی دلی مرازو اروان راځي شو خای مزار د لیدلې ده د مزار کم خوړ ډیر خوندر کی مزار د شریخ ډیر خوندور دی دغه شریخ په قندار کې پیدا کیږي که یا دا شریخ الله پیدا نشته یعنی سم شریخ دی دا څو ورځې مزار ته راځي کله کله دغه حاجي صاحب څنګه راځي که دا حاجي صاحب څنګه نه یم راغلی خو دا ملګرو دې صفت راته وکړي نو څه اوس رالم بیخي ډېر ښایسته خوندور شریخ یعنی په راتګ ګرځي و بیخي داسې خوندور شریخ دی چې بیخي هېڅ پوښتنه نه نور زه یې ته هم تللی یم خو داسې خوندور شریخ مې او دوی خو تقریبا چې ما خبرې ورسره کړې 10-15 کاله کېږي چې زما ستا د عمر په اندازه دوی تجربه لري د شریخ پخول نو خامخا موږ خو بار بار راغلي نو دې لپاره مې هلته مېلمه راغلی یم ستا څخه یې واورو چې خوند یې څنګه دی یا خو بیخي خوندور شریخ دی الحمدلله ډېر ښه ښایسته شریخ یې جوړ کړی دی نور هم درته راوړي که زه به ورته وایم زما به مېلمه سې یا اوس هم بیخي ډېر وخوړم ښه خیر اوسه الله دې وسه سلامت اوسې جوړ اوسې په عزت اوسې بیننده عزیز پیش یکی از وطندارای عزیزم هستم که اینا هم امشب پیش حاجی صاحب آمدن به اینکه از اینا پرسان کنم که اینا چند سال میشه پیش حاجی صاحب. سلام علیکم. سلام. خوب هستین؟ بخیر صحتمند؟ خیر و خیرات؟ شب و روز بخیر میگذره؟ سلامت تشکر. ماه مبارک رمضان چطور است؟ خوب است. سپری میشه آب و هوا خوب است نسبت به روزا کوتاه است. اونقدر هوا خیلی گرم نیست. یکی امروز یک ذره گرم شده بود ممتاز. کم و بیش کم. نامتون؟ نام حبیب است. لالا حبیب مصروف چه کار بار هستین؟ والا فعلا خو کم و بیش یا کار از ما کار آزاد است. کار آزاد است. بله. حاجی صاحب چند سال میشه که میشناسین؟ حاجی صاحب تقریبا شاید دروغگویی نشم شاید تقریبا 20 چند سال است میشناسم. جوردمی سایه مال منطقه. خیلی شما نسبت به ما زیاد میشناسین حاجی صاحب. ما پیش حاجی صاحب فقط هر سال یک بار اون در ماه مبارک رمضان مییم. شما سال چند بار یا ماه چند بار پیشون میید؟ والا ما در بارا یا گاهی وقت اولادا فامیل چون نزدیک است در خانه سایه ما تقریبا شهریان که خیلی سال است که می‌بینیم شاید هفته یک بار دو بار حتما پیش در کل هم شریخ را که اینا جور میکنه ما هم دیدیم شما هم دیدین برای ما بگین که ما فکر نمیکنم که در دیگه ولایت هم یک چیز پیدا شود. والا خود صفتی نشود. تقریبا در شریعه خیلی گپا کم بیش نام داره. دیگه اونقدر چی میگه صفاتم خدا نکنیم. بله. تقریبا چی است؟ باز آقای صاحب که هستن اینا اصلا مسلکی می کار هستن. در مزار تمام کلی مردم میشناسن. بله. معرفت دارن با شریعه خانهشان با شریعهشان. دیگه امشب چه فرمایش داده بودید؟ والا شریعه بود. شریعه بود. خلاص کردین؟ تقریبا بله چیز نمود اگه میکنین شما برای شما گرم چیز نه اگر میمان ما میشین ما برای چیز میگفتم بیاره. تشکر جان تشکر. خانه آباد بسیار زیاد تشکر. سلامت باشین. بیننده عزیز ما پیش یکی از وطندارای عزیزم هستیم. یگانه کار شریعه خیلی ثقیل و مشکل است به نظر من. شاید نمی ماشین باشه. بین از خودشان پرسان بکنیم. سلام علیکم. علیکم خوب هستین؟ چه حال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر؟ اجازه است میره بند کنم میده؟ میره بون؟ نه گفتم. نامتان؟ محمد ولی هستم. ولی جان چند سال میشه که کار شریعه خم؟ ما تقریبا 7 سال است که زیر 20 سال سالم هستم دیگه شریعه پزی میکنم. خب شاگرد خود حاجی صاحب هستین؟ بله بله. چند نوع شریعه آماده میکنین؟ ما دیگه تقریبا 15 16 نوع شریعه تیار میکنیم. اینجا میوه‌ای هست اینجا وظیفه ما که باز
شیریخ صادر توزیع وظیفه خودم است. ما خودش دم چند سال هم همراه حاج صاحب بودین؟ بله. خب امشب برای ما از کدام نوع شیریخ آماده می‌سازین؟ هر نوعی که دلتون همین هر نوعی که دل ما شد. ساده، میوه، جوس چی می‌کنیم؟ ما بیشتر هم اشاره کردم که شاید یکی از ثقیل‌ترین کار در شیریخ شاید این ماشین باشد. بله. نظرت چی است؟ متأسف نه؟ والا ثقیل خواهد که ما باز عادت کردیم. عادت کردیم. بدن ما عادت کردیم مثل یک سپورت از زمان. ورزش. بله. به. زیاد وقت شما رو نمیگیرم، میمانم دارین، مصروف هستین. سلامت باشین، خانه آباد. خوش آمدید، بسیار زیاد. تشکر. بخیر باشین. بیننده عزیز، اگر میخواین که شیریخ میوه‌ای مزه‌دار در اینجا نوشجان میکنین، قطعا از این نفر آشنا شوین، با خاطر که کل مسئولیت به این برمیگردد. همین یک امروز معرفی شوین، طریقشان رو پیدا کنین. بسیار هم شیریخ نامی میوه‌ای براتون آماده می‌سازم. سلام علیکم. سلام علیکم. چه حال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر صحتمند؟ شکر. شب روز بخیر میگذره؟ شکر از میگذره. سلامت باشین. نامتان؟ ما خودت چند میشناسیم؟ بله، هم نام هستیم نی؟ هم نام است. بله. ما پیشتر گفتم که مینار رفیق خصوصا خوب شیریخ میوه‌ای براتون آماده می‌سازم. ما خود دیگه رفیقتان هستیم نی؟ چرا نه؟ هزار سال شما. سلامت خانه آباد. حیات جان، پیشرویتان تقریبا 4-5 کاسه است. این حتما همین شیریخ میوه‌ای که شما آماده می‌سازین از ترکیبات همیناتمان استفاده می‌کنید. شیریخ که جور کنیم بادام است، پیسته است. این پیسته است. این پیسته است. خوش. کاجوگت است، چهارمغز است، بادام است، خرما است، پیسته است، توت زمینی است. دیگه خیلی استفاده میشه. توت زمینی هنوز هم شما نگاه کنید؟ بله، این از چند روز پیش از شوری یک جای دورتر آمدن است. پس با همین ترکیبات یک جای میشه. اینا هم از اینا میشه. بله ها. دیگه این اصل از شیره خرما است، ملکو است، قیماق است، شیر است. چند نوع شیریخ میوه‌ای آماده می‌ساختن؟ 2 نوع است، 3 نوع است یا 1 نوع است؟ نه، 15-16 رقم است میوه. 15-16 رقم. خشک و میوه خشک و هم ترش. یک نوع دیگه‌ایش بسیار نرم است، در قاب جور میکنه. او جوس است. او جوس میوه‌ای میگه؟ بله، جوس میوه است. جوس کیله است. جوس کیله. بله. زمینی است، ولی گلاس است. از اون است. در یخچال فکر میکنم چیزا پود کردین. بله، شیرخای میوه است. این چی است؟ شیریخ کاکائو است. یک ذره پیش بیام کنیم. این شیریخ کاکائویی است. شیریخ کاکائو است. پیسته است. پیسته است. این چهارمغز و بادام میکس است. او طرف هم است. این شیریخ هم است. این هم آلوی گلاس است. این هم توت زمینی است. این هم کیله، چند نوع دیگه‌اش پایین‌تر است. خودت کدامش زیاد میخوری؟ اینو شجار میکنی؟ از ما کلاگیشون رو جان میگم با زیادتر همون بسترن. خب اگر قرار است که امشب برای ما و برای میمونایی که آمده شیریخ میوه‌ای آماده بسازین، از کدامش آماده میسازین؟ از این کلاگیش براتون آماده میسازم. خب از مرتمش. از همه هر تمش. از مرتمش. شما دیگه شروع بکنین، ما میریم اونجا فقط منتظر شیریخ شما. صحیح است؟ قربانتان. سلامت باشین. بیننده عزیز، پیش یکی از جوانای عزیز ما هستیم که پیشتر شیریخ نوشجان کردن، حالا همراه دوستایشان میرن حتما طرف خانه. یک چند از امرشان صحبت میکنیم. سلام علیکم. سلام علیکم. چه حال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر؟ شب روز بخیر میگذره؟ الحمدلله. شما سلامت، خانه آباد، بخیر باشین. نامتان؟ محمد ظاهر هستم، باشنده شهر مزار شریف. ظاهر جان، مصروف چه کاروبار؟ فعلا مصروف یک دواخانه است. دواخانه است. بله. ماشاءالله. سلامت. حتما پیش آقای صاحب آمده بودین شیریخ خدا؟ پیش آقای صاحب ما قبلا خیلی وقت میشه مییم، خود این طرف بود. ولی دکان تازه جور کرد. این دکان تقریبا 4-5 دفعه میشه آمدیم. در یک هفته 4-5 دفعه میشه پیشون می. خود طبعا شبای رمضان است. بله، از طرف روز دیگه دان بسته است دیگه، ما چیز خوردن نمیتونیم. از بابات شبانه مییم. بله. چطور است شیریخ آقای صاحب؟ حالا چیزی که در ایان است چه حاجت به بیان است دیگه. شما خودتان همیشه چشیدیم. بله، ما سال یک بار میایم اونجا. ما پشت کامرا تعریف کنیم. مردم شاید بگه که به خاطر اعلانات آمدن. دیدین ما خودم ذاتاً یکی قابل پلاو کشیم نه یک شیریخ. خاطر شیریخ شب بلخ رفتیم و مزار خیلی جای خوردیم، مگم لذت شیریخ اینا رو نیافتیم. ما اینا دیگه سابقه کارم از چند سال تجربه کاری دارم. عمر اینا از اینجا دم شیریخ فهمیده پا تیر شده. ما هر جای میره آدم طبعا پول خود میگیره، مفت نمیده کسی. مگم فکر کنین ما این نور خدا پیش اوزیاش میشیم. از اینجا میایم شاید 10 تا زیاد دم مسیر ما سر بخوره. از این دروازه شادیان تیر شده میایم 4-5 تا است. بله. دیگه اگر سیر نکرده باشین میمان ویژه ما شوین. قربانتان سلامت باشین.
دیگه اگر شما دوباره همراه ما مهمان میشین ما نه دیگه ما خب مهمان ویژه حاجی صاحب هستیم. بسیار زیاد تشکر که خوش شدم با شما برای جوانان چند لحظه صحبت بکنم. خیلی من جوانان رو خیلی دوست دارم واقعا. خانه باد بخیر باشین. سلامت. بیننده عزیز، ما زمانی که اینجا آمدیم خوشبختانه با یک مهمان سر خوردیم که همه شما با چهرهشان آشنایی دارین. جناب نوری صاحب که ماشاءالله همراه ما خالی دوست و رفیق شده، همراه شما هم دوست و رفیق شده. خانهشون آمد. نوری صاحب محترم سلام علیکم. چه حال دارید؟ سلام علیکم و رحمت الله. خوب هستین؟ قربان شما سلامت باشین. اجازه بدین که سلام علیکی با بفرمایید. هموطنان شیرین دوست داشتنی خود داشته باشید. بفرمایید. کامرا در خدمت شماست. شکری میکنم اگر اجازه تان باشه. اجازه است نوری صاحب. سلام علیکم و رحمت الله. طاعت عبادت همگی ما و شما باید قبول باشه. آمین. انشاءالله که یک ماه پرفیض پربرکت میمانی از طرف پروردگار. انشاءالله که همت یک رمضان بسیار خوب، بسیار خوش، بسیار راحت. ما خب تو کیف میکنیم میگم نوری صاحب کاش که زود خلاص نشه. انشاءالله که امی لذت و مزه رمضان دعا میکنیم که امی تقوا و پرهیزگاری ما تا سال دیگه باشه همراه ما. آمین. انشاءالله که همون تا باز میشه که طریق سنت توجه کنیم، روزای دوشنبه و پنجشنبه روزه بگیریم. انشاءالله اگر انسان بخواید همون کیف روزا تا سال دیگه کدش میکنه. نوری صاحب محترم همین پلاوی را که آورده بودین هنوز هم هموطنان عزیز ما یاد میکنن. قربان تشکر. اون یک چیزی ناچیز بود، قسمی که آماده کردیم هم برای بیننده‌های محترم و هم برای شما. بله کلشون خبر هستن. بله. او روزم قریب است که بخیر برسه ان شاء الله. ان شاء الله الرحمن. عین قریب نزدیک است بخیر که یک آشپزی در طبیعت. بله. دستپخت خودی نوری صاحب. همین نوری صاحب کوچکی که چهره خسته کنه همیشه. نه چهره همیشه باشاش، همیشه خنده‌ور. ما خیلی دوستش داریم. شما سلامت باشین. ما پیش نوری صاحب کم هستم. پیش از ماه مبارک رمضان ما را گفتم بیاین. ما مصروف بودم یک جای بودم نه آدم خیر است میگه قرض سر راه باشه ساخت. ان شاء الله همه گپ میشه و از دوستا میخوایم که شما را و می چینل جدید نیمرایی نمانه. بله. با جای برسانه که انشالله ما انشالله پور خود دوستا هم میفهمن که یک چهره شناخته شده است. سلامت باز خصوصا که دمی شهر مزار شریف شما دمی شهری با امید زندگی میکنه، همگی با چهره شما آشناست. دیگه یک بچه اجتماعی هستی. سلامت پر از خندان و پر از اخلاق و سلامت. ممنون. دیگه خصوصا زحمتایی که میکشی خانابت یعنی در هر گوشه شهر تصویری که در خارج از افغانستان برای او در دوستایی که در غربت است میکشونی گپ عادی نیست. این زحمت کار داره. دقیقاً. این خیلی گپ سختی است ولی از دوستا توقع میکنم که شما را همراهی بکنن. خانابت سلامت. آجی صاحب آزاد چه وقت میشه میشناسین؟ ما بخی همین گفتی مردم رفاقت شما خفه که زیر بوریا برام. قربان سلامت باشی. همین که یگام گپا هست. یگام گپا هست. آزاد صاحب بزرگوار واقعا یک آدم اجتماعی است. بله. جدا از این گپا یک آدم واقعا سرخواندار است. مردم دار است. یعنی ما آدرس آزاد صاحب اگر دوستا که تصویر میبینن اگر نمیفهمن باز آدرس شما بگین حداقل هیچ که نشه یک بار بیاید. بله. از پذیرایی از آدم، از میمان نوازی آدم، از پرسنالایی که مجهز بسیار پرسنالای خوب، بچهای ناز و شیرین و پر از مهر و محبت. باز خود بزرگوار دیگه همه که یک آدم سرخواندار است. ما پیشتر نوری صاحب اشاره کردم اگر هر کس اخلاق و رفتار و کردار آزاد صاحب دیده باشه در هر کنج مزار برو مردم پیشش میاد. بله. باز جایی که آزاد صاحب هست هم بسیار فضای خوب آرام، هم گوشه نه سر صدا نه گیروبار، بسیار موقعیتشان خوب است. حتی برای خانواده‌ای که همراه فامیلشان هم میآیند آزاد دلپور بیاین جای مکان برای اعضای فامیل هم ان شاء الله در نظر گرفتن. همین منطقه را اینا
دمی ماه مبارک رمضان افتتاح کردن. بله یک در روز گفت میشن. خب نوری صاحب ما شما هر چی صحبت بکنیم صحبت های ما شما خلاص همیشه ما میگیم که ولی شریک ولی عام نکنه نرم شده را است که یک نوشی جان بکنیم. آیت الله جان شما خیلی بسم الله کنیم. یک قاشق میمونیم در کامرمین عزیز. بله. باش که یک شما برای خود داد بکنم. یک شام خودم بگیرم. سلامت. نوری صاحب دیگه بسم الله کنیم. شما بسم الله بکنین. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستایی که در خارج از کشور هستن دور از دلشون ده. دور از دل شما واقعا شریک افغانستان از خصوصا مزار شریف. مزار شریف یک شریک بسیار با لذت با مزه اینی تحت طعم توت زمینی است فکر کنم. بله. اینی از پسته است فکر کنم اگه اشتباه نکنم. این ککوی است. و دیگه چیز از مغز چهارمغز و مغز بادام و یعنی مغز با وسیع. و این خود تراشه است. این خود تراشه است خود شیریخ است. دیگه دوستایی که از شیریخ افغانستان استفاده کردن سالهای دیر است که در غربت هستن واقعا دلو میشن. واقعا دور از دلتان دور از دلتان. دوستای عزیز اودان رفت یک قاشق بخورم. واقعیت بی‌نظیر است. اینی که من برای شما گفتم این دیگه شما مایل کنید. دوستای عزیز نوری سوار کسم ازش من اینه خیلی خوش دارم. شما یک قاشق از این بگیرید. کامل مغز خیلی با مزه و با لذت است. دوستایی که کدمو وعده کردن و از طریق مجازی گفتن قریب بخیر دمی ماه عمل میایم که آمدین با شما رو پیش آزاد صاحب شیره خوردن میاریم. بله دیگه گفاری صاحب و یک سلام احترامات تقدیم میکنم. از شیره آزاد صاحب استودی مانده بودم گفت نوبت ما هم چی وقت میرسه ما بیایم بخیر شما رو خوش آمدید میگم بیایم بخیر. دقیقاً. نور صاحب بسیار زیاد تشکر افتخار بخشیدن خیلی خوش شدم که شما رو دوباره از نزدیک دیدم. دیگه ما شما دیگه شیره خنوش جان میکنیم که میدان سقوط کرده رئیس. انشالله ما شما سقوط نکنیم سقوط کنم میخوریم. خداحافظی میکنیم که دوستا شما فقط یعنی میشه با دوستا خداحافظی میکنیم که باز انشالله خواست خدا بود دیگر روز باز در خدمت شما ما پیام همیشگی و مقصد برای دوستان پیام همیشگی شما رو ما همیشه میشنویم و همیشه دوست داشتیم. خیلی دیگه سلامت باشید. خصوصا دوستانی که در غربت زندگی میکنن خارج از افغانستان هستن التماس دعا داریم. دعای مسافرین زود قبول میشه. الله متعال طاعت عبادت تک که شما رو قبول میکنه. امید دعا دارم امی عالم نوری رو دعا بکنید. آمین آمین. همراه شما هستیم یک چند لحظه بعد در خدمتتون قرار میگیریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك ضالا فهدى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأستاذنا والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات إنك مجيب دعوات ورافع الدرجات وأنزل البركات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. جزاك الله. حاجی صاحب گرامی بسیار زیاد تشکر بسیار زیاد تشکر. امروز یا امشب خیلی زحمت کشیدین خانه‌تون آباد و امانت ما موجز هم برای ما گرفته
هم برای کامرامین عزیز ما گرفتن. دیگه هیچ کلماتی نیست که شما بر شما یاد بکنه. زنده و سلامت باشین. خداوند شما را حج به پایان نصیب کنه. هر قدمتان سر دیده ما، شما جوانا افتخار ما هستیم که ما را میایین در این گوشه و کنار پیدا میگین در این مارکت رابعه بلخی در این شما گفتم که هر جای باشین ما شما را پیدا میکنیم. زنده و سلامت باشین. قدمایتان سر دیده ما. دیگه جهان سپاس. ما هر چی که تشکری کنیم بازم کم تشکری کردیم. نه سلامت. زنده و سلامت باشین. جوان کامرامینم خداوند اجر به پایان نصیب کنه در این ماه مبارک رمضان، در این شوای پرفیض و برکت ما را از ما خبر گرفته کوچک نوازی کردین. دیگه زیاد خوش آمدین. خانم امیدی که همیشه تو از یک دیگر همکار باشیم و خبر باشیم. دقیقاً. خداحافظ. جهان سپاس. خوش آمدید. بسیار زیاد بخیر باشید. بیننده عزیز، اگر به مزار شریف سر میزنین و میخواین که شریخ نامی یا شریخ نمبر 1 مزار نوش جان بکنین، دیگه دیدین دیگه جایی که مگه اخلاق باشه، جایی که کردار باشه، جایی که رفتار باشه، هر کس آنجا میره. روبروی مارکت رابعه بلخی جای جناب آزاد صاحب هستن. ما واقعا دیگه شب کیف کردیم، لذت بردیم. شما هم بیاین یک تجربه بکنین. آنچه را که ما تعریف کردیم باز خودتان ببینید که ارزش تعریف کردن ندارد یا ندارد. تا برنامه فردا که ما حیات الله اسحاقزی در خدمت شما قرار میگیریم، همه شما را به او خداوند که ما شما را خلق کرده، به ما شما روح داده میسپاریم. خداوند حافظتان.